فراوان. داره تو سیز دارم برای تو تنگ شده بود. قبل از این صحبت ما شبیه همه میلاد مهدی عالی هم. ببین این دوتا عالی هم. یه تشکر از مهران. داره قرم بودم باشیم ولی عالی خفنی که همیشه تولید میکنه واسه باز گفت فقط میراز. اوه منم هستم. این جریانا. بخوام برم سراغ این که دورچی چه ویژگی‌های مثبت شخصیتی داره، اولیش به نظر من اینه که دورچی پسر خوشقلبیه، دلش خیلی صافه و معرفت بالایی داره. درسته؟ این حس چی دارم پاس کنم؟ حس اینو دارم سوشیچ کس واسه تولدش ویدیو فرستاده بودن، یعنی پلش نشسته بود رو تخت، موهاش هم ریخته بود میخندید. یه حس اونجوری دارم. چند تا پروژه کار کردی؟ با بچه‌ها یه دونه ولی یه دنیا بوده. میخوام راجبش بگم ساعت کار علاقه خیلی کسکرک بازه. کلا هنرمند یه خودش خوشرویه. سیالک ایناش جامعه. خیلی باحاله، من واقعا حال میکنم با ایناش. بعد نکته بعدی که داره مثبت به نظر من دورچی تو کاراش استمرار داره. آره همه بالا پایینی ها اون به طور مستمر ادامه میده. آره هر چی جلو روش باشه نمیذاره این مسیرشو استوب بزنه تو مسیرش. چیز دیگه ای که داره به نظر من نکته مثبتی که داره اینه که رویهاش خیلی بزرگه مثل قلبش و مطمئنا به همش میرسه. من که شک ندارم. به خاطر اینا 12 ساعت رانندگی کردم تا مشهد. من خب ناراحت شده بودم ازش، من فالوشون کرده بودم و اینا، ولی فالوش می‌کنم باز. ناراحتی بود آخه، ولی خب حل شده چیزی نیست. من کلا یه تایمی بود با سیگار میرفتم دستشویی 3 نفرمو فالو می‌کردم. الان 33 نفر وقتی داره برنامه پخش میشه. آره نه الان خیلی ها رو فالو کردم که واقعا معذرت می‌خوام که دوباره شما رو فالو نکردم. ببخشید. دورچی خیلی زود عصبی میشه. این عصبی شدنش باعث میشه که موقع خیلی گل می‌کشیدم، الان 6 ماه گل نمی‌کشم. این انگار ویدیو راجع به منه، بچه‌ها چیزایی که دارن خیلی سریع سری تصمیم رو بگیره. بسته به اطرافش تاثیر میگیره، یعنی احتیاج داره شاید یکم کنترل داشته باشه رو خودش. به نظر من دیگه نسبت بهش ندارم. بخوام یه خاطره باحالی هم که با دورچی بگم، کل اون پروسه ساخت پینفولا خاطره بود. خیلی خاطره خفنی هم بود، هیچ وقت ما یادمون نمیره اونا. یه چیزی که داله اینجا نگفتم بگم، پینفول لاو یه ترک گنگ بودش خب که اسمش سل داستان بود. انقدر گنگ خفنی بود که نمیشد واسش ویدیو زد. اون موقع اصلا نداشتم که اون چیزی که داشتم میگفتم و برسونم تو. میدونی چی میگم؟ شب که اومدم پیشم تا صبح پروژه کردم پینفول لاو. فکت ها ببین اینا میدونن. نشسته بودم رو زانو فاز سجده است، اون شکلی داشتم تراکو میخوندم، دیده بودم به خودشون. واقعا هم چیز خفنی در من. خیلی حال داد، واقعا جز پروژه‌ای بود که خیلی حال داد. فقط تنها چیزی که از اونجا باحال من بخوام بگم یادمه املتای دورچی بود. نیمرو بود. دستپختت خوبه؟ نیمرو املت هم خوبه. چیز دیگه غذا بلد درست کنی؟ آره چی بدی؟ خیلی چیزا بلدم ولی به جز خورشتی برنجی ها. فهمیدم. نیمرو با پنیر گودا. هر کی دستپخت سرش میز. مثل موزیکاش خفنه واقعا. رسیپی خاص. آره اونو بخوری پشمات میریزه. من دیگه حرفی ندارم. خیلی دوست دارم. امیدوارم که همیشه موفق باشی، بهتر کنی همونجوری که ترکوندی و داری میری جلو، خفن و خفن‌تر باشی. خدا قلب دوستتون دارم. بچه پهلوانی برادرز. آره واقعا دمشون گرم. زحمتمو کشیدن خدایی. کیه بدی به نظرت؟ احساس میکنم آردا باشه. سلام برای وایس تو زیر زمین، امیدوارم حالتون خوب باشه. من پوگونم. بچه‌ها مرسی که تو رو خدا نمی‌شناسیم در اختیار آرتیستا میذارید و دمتون هم گرم واسه برنامه خوبتون. درماشو داری؟ چقدر بچه تمیزه. بتونیم با مردم صحبت بکنیم و مردم هم ببینن و این دو تا ویلویلکا رو افتاده منم دارم. راجع به دورچی بچه‌ها من خواستم ویدیو بفرستم. احتمالاً دورچی الان داره خودش این ویدیو رو می‌بینه. من دورچی خودشو دلی دوستش دارم واقعا. به خاطر یاد چند تا دوستام توی تهران منو میندازه، یاد اون دوران قدیم استودیو رفتن و این ور اون ور، واسه همین ناخودآگاه ازش انرژی خوبی گرفتم از اول. من دورچی یادم میاد فکر کنم 6 سال 7 سال پیش رو اینستاگرام با هم صحبت کردیم. صحبت همینجوری که یه ترکی فکر کنم فرستاده بود، صحبت می‌کردیم اینا تا دیگه ازش خبری نشد و من دیدم که از یکی دو سال پیش اولین بارم کچی بیت بهم نشون داد. کچی آرتیست خوب همیشه